این احتیاج کی گفته است که پیشکمیشون گفته که مجبور. خانواده روزیبایفو در یک از بلندآشانه‌های شهرک ادرسمان شهری گلستان زندگی میکنند. در یک خانه 2 عائله 6 نفر با شمول کودک‌ها هستند. آنها در بیشترین روزهای زمستان به یک حجره جمع میشوند و گرد یک بخاری بابایی خود را گرم میکنند. ایمی ماه اکتبر موندگی من تا اپریل. اکو مجبور دیگه ها ابید پبید خود بچه یوشو های مثل خنوک میخورد. هر روز علاب میکنیم. هیچ خیلی ویاش نی روزون سویت نی شبانه هم یک خیلی وقتا میکشد سویتا. نشانبای میگوید هرچند از ضرر انگشت و دود هیزم‌ها آگاه است اما چاره دیگری پیشگیری از سردی شدید را ندارد. به گفته او زیان به سلامتی یک طرفی مسئله و گرانی نرخ آن مثل بالای سوخت نمکاب است. کومور هیزم همش پول که کنیم. خود همش قیمت. کومروی هم 3.5 سوم کیلوش. خب وایسال سال بولیمینی کمتر نقش بگو نه؟ من امسال با بدتر شد. ریموند گفتم بعد امون سپتامبر ریموند گفتن اینو اکتبر میشه. نبرد بدتر شد که نقش سوگش نی. تنها خانواده روزیبایفو نیست که در خانه‌های بلندآشانه بخاری‌های بابایی نصب کرده‌اند. تقریبا در اکثر خانه‌های بسیار قبطه شهرک ادرسمان چنین حالت را مشاهده کردن ممکن است. هرچند شرکت برق تاجیک لیمیت برق را در منطقه ها رسما و با نقشه ساعت ها شرح نداده است اما اکثر ساکنان این شهرک میگویند در یک شبانه روز در ساعت های محدود برق میگیرند. به تاکید آنها برق کشی بی مورد و بی آگاهی خیلی زیاد است. در حالی که برخی شهر و ناحیه ها از برق کشی نامنظم شکایت میکنند، ساکنان شهرهای مرکزی را نرخنامه نوی آن بیم زده کرده است. بر اساس قرار حکومت از 1 ژانویه سال 2024 اهالی برای هر 1 کیلووات ساعت نیروی برق 375 درم خواهد پرداخت. حالا ساکنان برای هر کیلووات تقریبا 27 درم میدهند. یک نماینده شبکه‌های تقسیم برق که یک شاخه برق تاجیک است در صحبت با رادیو آزادی تصمیم بالا بردن ارزش نیروی برق را به توصیه بانک جهانی پیوند داد. اکثر ساکنان شهر خوجند و اطراف آن میگویند از حالا صرفه‌کنی برق را فکر کردند و خانه‌هایشان را با اصول بابایی اما با شیوه‌های نو گرم می‌کنند. اکنون برای راه‌های آسانش گریم صندلی استفاده می‌برند. اکو پیشتره باشد در درونش علاوه میکردن. در درونش علاوه میکردن و ایروش میپوشاندن. حاضر باشه پلیتکه ها میمونه. دیگه یک تا خواهرم ایتجانده، یک تا دختر زادم ایتجانده. هموها همی خیلی گفت همین دفعه هم دگشانده. همو صندلی کدام گفت وای تزه میکنیم نماسپزه میشتای کو. انا همونا مونده مگفت وای میکنم سرانو با وای بای نیکو خنوک هم جا بیتون. خودی صندلی برین کرده طرفی پایین صندلی با مخصوص لامپچکه های ایلیچی مگن همونا مونده گرم میکنند. لیکن خفناکی آن در همین است که حادثه های سوختار شدنش ممکن. البته گرم کنک ها همین خیلی شدنش در کار که با طلبات زمان موافق باشد. از هر گونه حادثه های سوختاری ایمین نگاه می داشته باشد. از سالهای پیش از برق استفاده می بردیم برای که وای بود از اون تر بود ما اوقاتم دکتر میمون دو کارمایی میکردیم پلیتکه و اکوز برق قیمت که ایتود کرده کن اشتما لو کرده من سیکزین دکرام میرد. مقامات تاجیکستان در چند سال اخیر پیهم نرخ نیروی برق را بالا میبرند، چیزی که هر تیر ماه زمستان به خانه های مردم با محدودیت داده می شود. بار آخر ماه اکتبر سال گذشته تعرفه استفاده از نیروی برق تغییر یافت. از 22.166 درم به 26.151 درم برای هر کیلووات ساعت بالا رفت. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.